و اعظم ما امر الله به التوحید، و بزرگترین چیزی که الله متعال با آن امر فرموده است یا که ما را با آن امر کرده است این توحید است. این چی است؟ این توحید است. بزرگترین چیز که بر آن ما امر شدیم این توحید است. یکی از امورهای عظیم شریعت این توحید است. بدون توحید اعمال انسان پذیرفته نمی شود، بلکه اگر در آن شرک آمیخته شود حبط می گردد یا اینکه ریا. یعنی آن چیزی که از همه زیاد اهمیت دارد در میان همه احکام شریعت، اهمیتش بیشتر است، اهمیت ویژه‌ای دارد این توحید است. که معنای توحید این الله را افراد الله بالعباده، الله را بر عبادت یگانه دانستن، الله را با عبادت و اخلاص عبادت کردن. که معنای توحید این افراد الله بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، یعنی همه عبادت مخصوص الله قرار بگیرد. و توحید باشد از لحاظ لغت زبان عرب، این از کلمه وحد یوحد توحید گرفته شده است، یعنی یگانه کردن، یگانه دانستن، یک نمود حسابیدن می باشد. و این معنا تنها در نفی و اثبات حقیقت می یابد، به تحقق می افتد. نفی کردن شریکان برای الله و اثبات کردن یگانگی او در عبادت. و این توحید مصدر است گرفته شده از کلمه وحده، یگانگی، یعنی تنهایی، تنها او سبحانه و تعالی را دانستن یگانه در عبادت. اما توحید در شریعت باشد افراد الله تعالی بالعباده، یگانه شمردن الله، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت می باشد. در عبادت اخلاص نمودن و مخصوص گرداندن عبادت تنها برای الله متعال بدون شریک. و توحید بر سه قسم جدا می شود. نوعهای توحید سه قسم می باشند. اولا توحید ربوبیت. توحید ربوبیت هو افراد الله سبحانه و تعالی بالخلق والملك والرزق والتدبیر. از توحید ربوبیت این یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در خلق، در ملک، در رزق، در تدبیر امور، این توحید ربوبیت میگن. یعنی اختصاص دادن آفرینش، مالکیت و تدبیر تنها برای الله سبحانه و تعالی است. یعنی الله یگانه آفریدگار، مالک و اداره کننده عالم است. و دلیل این توحید ربوبیت قول الله سبحانه و تعالی است میفرماید الا له الخلق والامر. آگاه باشید که آفرینش و فرمان روایی فقط از آن اوست. سوره اعراف آیه 54. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی میفرماید قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار تا آخر آیت. در آخر میگه فسيقولون الله. بگو کیست که شما را از آسمان و زمین رزق میدهد و کیست که بر شما گوشها و شنوایی میدهد؟ کیست که صاحب گوشها و شنوایی است و چشم هاست؟ میگویند الله. اقرار میکنند ربوبیت الله را، همگی اقرار میکنند. حتی کافران میدونستند که آفریدگار و رزق دهنده الله است، ولی آنها مشرک بودند چون در عبادت او را یگانه نشمردند. همین است که قسمت دوم از توحید می آید، توحید الوهیت می شود. و توحید الوهیت باشد افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت. تمام نوعهای عبادت هستند، همه اینا رو خاص الله قرار بدهی، یعنی اختصاص دادن عبادت به تنهایی برای الله سبحانه و تعالی. و این معنا دارد که انسان کسی را با الله هم ردیف نگرداند، شریک قرار ندهد، او را با الله عبادت نکند، به نزد او به خاطر نزدیک شوی مراجعت نکند، از او دعا و کمک یاری مدد نطلبد، تنها از الله. همون طوری که از الله طلب نماید از مخلوقان اینگونه طلب نکند. یعنی خاص دادن عبادت تنها برای الله سبحانه و تعالی. انسان با همراهی الله هیچ کسی را در عبادت شریک قرار ندهد. چگونه که به الله نزدیک میشود، چگونه که از برای الله از الله طلب نماید، از مخلوق اینگونه طلب نکند، با اون نزدیک شود. و دلیل توحید الوهیت الله میفرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت کنید و بر الله کسی چیزی را شریک قرار ندهید. در سوره نساء 36. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره بینه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. و آنان امر نشدند مگر آنکه الله را عبادت کنند، دین را برای او با اخلاص قرار بدهند. پس اگر کسی دعا را برای غیر الله صرف کرد، به اولیاء، به قبرها، به بت‌ها، به هر کسی دیگری، الله را در عبادت شریک قرار داده است، با الله در عبادت شریک قرار داده است. پس این توحید الوهیت را مخالفتی می نماید. پس قسمت اول از توحید ربوبیت، دوم توحید الوهیت، و قسمت سوم توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات و توحید اسماء و صفات این است که افراد الله تعالی بما سمى به نفسه و وصف به نفسه فی کتابه او علی لسان رسوله صلی الله علیه و سلم. پس توحید اسماء و صفات این یگانه شمردن الله سبحانه و تعالی بر آنچه که نفس خود را وصف کرده است در کتابش.
یا بر زبان رسولش صلی الله علیه و سلم خود را وصف کرده است. بر این اقرار کردن، اعتراف و باوری کردن، یعنی اخلاص نمودن برای الله با آن نامها و صفات‌هایی که الله برای خود اثبات کرده است. الله برای خود اثبات کرده است. در کتاب خود باشد یا با زبان رسولش صلی الله علیه و سلم، با اثبات نمودن آنچه که الله اثبات کرده است و رد کردن آن چیزی که الله رد کرده است، بدون تحریف، بدون تغییر دادن نام‌ها و صفات الله، بدون تعطیل، بدون انکار کردن صفات الله، بدون کیفیت چگونه اش را معین کردن و بدون تمثیل، بدون مانند کردن. یعنی الله سبحانه و تعالی با نام‌ها و صفات‌هایی که خودش ذکر کرده است بشناسیم او را. و دلیل این توحید اسما و صفات قول الله سبحانه و تعالی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها می‌فرماید در سوره اعراف آیه 180. میگه برای الله نام‌های زیباست، پس او را با آن نام‌ها بخوانید. و الله می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مثل مانند او نیست و او شنوا و بیناست. سوره شورى آیه 11. پس در این دو چیز روشن میگردد. الله صفات‌ها دارد و هو السمیع البصیر، میشنود و میبیند، اما شنیدن او سبحانه و تعالی مانند شنیدن بندگان نیست. نمیتونیم این را کیفیت این را مانند این را ذکر نماییم. پس اثبات صفات الله سبحانه و تعالی با این راه صورت میگیرد. اثبات آن چیزهایی که الله اثبات کرده است و نفی کردن آن چیزهایی که الله از خود نفی کرده است، بدون تحریف، بدون تغییر دادن معنا و بدون تعطیل، انکار کردن صفاتها و بدون تکییف، کیفیت معین کردن و بدون تمثیل، مانند کردن با مخلوقات. پس ما میگیم الله سمیع است، شنوا است، نه مثل شنوای مخلوق. الله بصیر است، میبیند، ولی نه مثل دیدن مخلوقات. خلاصه توحید بر 3 قسم تقسیم شده است. ربوبیت، همه چیز از او آغاز شد و به سوی او باز میگردد. الوهیت، همه عبادت تنها برای او انجام می‌یابد. و اسما و صفات، او را با نام‌هایش و صفات‌هایش بشناسیم بدون تشبیه و تمثیل و تکییف و همچنین تعطیل. و وقتی که مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا گفتی اعظم ما امر الله به التوحید، بزرگترین چیزی که الله بر ما امر کرده است این توحید است. معنیش آن است که تمام شریعت، تمام دین، تمام حکمت و هدایت در یک کلمه جمع شده است. یگانه دانستن الله در آنچه که سزاواری آن هست در عبادت. پس بدون توحید دین انسان بوده نمیتواند. پس توحید عبادت انسان را راستین میکند و در قلب انسان نور میبخشد و آدمی صادق به الله اعمالش را باطل نمیسازد. هر کسی که با توحید ربوبیت اعتقاد داشته باشد، باوری داشته باشد، بر وی لازم میگه که توحید الوهیت را نیز بپذیرد و عبادت را تنها از برای الله قرار بدهد. اما هر کس که توحید ربوبیت را اقرار مینماید و عبادت را در غیر الله صرف مینماید، از او پذیرفته نمیشود، از جمله مشرکین قرار میگیرد. پس اسلام انسان تنها با توحید الوهیت، یعنی عبادت تنها برای الله قرار بگیرد، کامل و پذیرفته میشود. در غیر این صورت پذیرفته نمیشود. و همچنین ایمان به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی طوری که قرآن و سنت آورده است. و توحید اسما و صفات قسم جدا ناپذیر و جدا نشونده توحید است. پس یکی با دیگری شده نمیتواند. توحید ربوبیت را اقرار نمودن که الوهیت را انکار کردی، ربوبیت و الوهیت را اقرار نمودی، اسما و صفات را انکار کردی، یا اینکه اسما و صفات را اقرار نمودی، الوهیت را انکار کردی، یا که در غیر الله عبادت صرف کردی، پس انسان توحید ندارد و از توحید سخن نگوید و سخن نکند. پس توحید انسان کامل میگردد در هنگامی که تسلیم میگردد، کاملا خود را تسلیم فرمان الله میکند و قرآن کریم آنگونه که نازل شده است بر آن باور و اعتمادی که دارد با آن تسلیم میگردد. پس بزرگترین چیزی که الله بر ما امر کرده است این توحید است، عبادت الله سبحانه و تعالی.